سلام دوستان، امروز میخوام از صفحه 46 تا 50 رو براتون بذارم. دوستان من میخوام با این کار به شما کمک کنم و شما هم با اختیار گرفتن یه موکل بتونید گری از مشکلات این مردم حل کنید. واقعا مطالب این کتاب مفیده، ولی به شرط اینکه ازش درست استفاده کنید، هم برای خودتون هم برای مردم عزیزمون میتونید از این کمک بگیرید و استفاده از موکلایی که با این کتاب اختیار میکنید. موفق باشید.